از نشانه های پروردگار این است که برای شما از جنس شما همسر آفریده است. و من آیاته، یکی آیت به معنی نشانه هست. آیت الله میگه یعنی که نشانه خدا. مثلا زمین و آسمان نشانه خدا هستند، انسان ها نشانه خدا هستند، زن ها نشانه خدا هستند. یک کس پرسد که زن ها چه نشانه خدا هستند؟ چه نشانه خدا شده میتونن؟ نشانه خدا این شده میتونن که الله سبحانه و تعالی فرموده که از جمله نشانه پروردگار این است که از جنس شما برای شما زن آفرید. یعنی چی؟ یعنی که الله سبحانه و تعالی از جنس شما، یعنی که از همون قبرغه چپی شما برای شما چی آفرید؟ زن. در تفسیر میارد که الله سبحانه و تعالی حضرت آدم بیهوش کردن قبرغه چپ بریدن و اون خاطر نگاه که اینجاش خیلی کم آیدن، اینجا یا کم میشه در اینجا هم این خیلی حساب کتاب میکنی میای ایش با نیمه الله سبحانه و تعالی حضرت آدم بیهوش کردن، از همون استخوان چپ را گرفتن، از همون الله سبحانه و تعالی برای انسان، برای آدم، برای بشریت چی آفریدن؟ زن آفریدن. اگر در تفسیر میارد که استاد ما خدا رحمت کنه گفتن که اگر حضرت آدم بیهوش نمی کردن، همون خیلی زنده و زنده اگر می گفتن، او تا قیامت زن گفته گذاتشون میدید. یه حیات تعنش میکرد، میگفت که بیوه به خاطری تو میگفت منه رسم کردن خلو کردن. والله هم تا میگم از بس که بیهوش کردن گرفتن، برای خاطر زن، مردها زن در آغوشت میگیری، برای که جز مرد که هست او را در آغوشت میگیری. نمیشه که او را حیوان ها را برعکسن، از جزی همدیگر که نیستن همینطور سبب در چه دومونو که خوب نگرفتن. الله سبحانه و تعالی چندین علت است. یک علت عظیم برای نشانه بزرگی خودش بیان کردن، برای نشانه بزرگی خودش، برای که الله سبحانه و تعالی گفتن که و من آیاته ان خلق لكم من انفسکم، از جمله نشانه های پروردگار یکی از نشانه های خدا این است که برای شما از جنس شما، اگر الله سبحانه و تعالی از غیر جنس انسان اگر برای بشریت اگر زن می آفریدن، چنین مهر محبت نمی کرد. بندستن حضرت آدم بازی می گفت دوام شو گوش کن چی گفت؟ وجعل بینکم مودة و رحمه، بین شما محبت و مودت و رحمت کرد. بعد از عقد نکاح یک دختری که اصلا نمیشناسیش اچت رفت دیدش، اگه ما دیدنش بسه مثلا حالتی که بسیار وقت پدر و مادر خطا میکنن، بسیار وقت خطا میکنن. همین نوبت زنگیری ما شده بود، قبله خدا رحمتشون کنه، گفت همین تاجیکستان بگرد، برای که این شرط همه خدمانون که گفتم که عذره لیکن من خدم طلبیدم، گفت چفا؟ گفت اونا 3 طرح گفت ما دادیم، 4 طرح دادیم، یکم تاش خیلی دعوا نکرد تایتا. خیلی گفتم من یکم لیکن در برابری هم آیم هک لازم را برداشت میکرد. الحمدلله بعد رفتیم خونه اکم لا اسلام، آیوزه بود رفتیم، وحدت رفتیم، فیضه بود رفتیم، خیرم رفتیم، تاجرگتون را رفتم. ببین الله وقتی که نفس که هست الله سبحانه و تعالی میبرد. گفتیم که انسان را آب است و گیل، یعنی که لای است و عقل است و شهوت است و غضب. غضب ایره 5 گونه های منفعت میگن، 5 گونه هایی که اینها مهم هستند.
یک دختری که اصلا نمیشناسیش، ندیدهش، پدر و مادر میگه که ما دیدیم بچه‌م باشه دیگه، بچه بیچاره خیر میگه پدر و مادر مخی نه خوب ضرری ما کار میکنن میگه خیر میگه ما روزی میگه نکی 90% بعد که بره میگه خدایا دیگه آدم نمیده حالا لیکن اگه به خاطر پدر و به خاطر چرا چی میگه به خاطر شریعت محمدی صلی الله علیه و آله ببین شریعت را من نکرده است، ببین بسم الله ببین. بزرگان میگن که یار ببین، یار بگی دیده بگی تا که در ارمان نمانی. او بچه بیچاره که عین غروری همی بچگیش های او دختره کم بیچاره همی رو پول هم مجوش پریش با کلوفکه و خور گلو بارا کرده گه لواش سخ کنه اومده گه این بچه بیچاره هم دفعه چودین میبینش میگه تا دینو ایمان آدم خوشبخت نیست میگه او بعد میفهمی او قیگه میگذره که ماه میگذره بعد احساسته بعد یک نیخیلی ای تحت روش نگاش میکنی میگه خدایا نخواست میگه خدایا. وقتی که عقد نکاحش کردن زن میگه که من سر تا پا بخشیدم، یعنی که نفس من تن من بخشیدم. یعنی چی؟ همین تن نفس بخشیدن یعنی چی؟ یعنی این که من مدت 18 و 19 سالی که من عمر دارم همین مدت نفسی خدمه، یعنی که شهوتی خدمه، مقصد جونش نیست. بنیسن اوز همین من شما بریم بگیم که زنک گفتم مرده که دختر میگن که یک هفته ایت همون دلک تا میگه پیخر دون بره بنیسن یک تاش راضی نمیشه و یک تاش حاضر هم نیست که دمو بگه بنیسن یا گردش هم بگو که گرده هم تی میرم خبردم دودش وارد میکنم میگه که من احساس من بعد ده دختر بگو که گرده شما توری نمیگیرم کنیزه تن نفس بخشیدن این میشه که یعنی این که نفسی خدمه که من 18 سال شهوتی خدمه نگه داشتم، تنی که 18 ساله تنی خدمه به مادرم نشان ندادم، به برادر و به خواهر و به ینگه و به عمه و به خاله نشان ندادم، امروز من برای نشان دادن تیارم، به شرط اینکه عقد نکاح کنیم. بنیسه الله سبحانه و تعالی چی فرموده؟ وجعل بینکم مودة و رحمه، بین شما مودت و رحمت آفریده. اینم بعد از عقد نکاح، با مجرد که نکاح که میشه تو بخوای نخوای که الکی محبت پیدا می‌کنی. بنیسه محبت پیدا می‌کنی، او را دوستش می‌داری. بنیسه او را دوستش می‌داری. اما بعضی وقت میشه که به خاطر زن با مادر هم ناراحت میشه، به خاطر زن شده مادر تا میرنجونی. یک مرد در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سکرات موتش رسید، پیامبر صلی الله علیه وسلم صحابه های کرام در بالای سرش بدن تلقینش میکردن که لا اله الا الله محمد رسول الله بگو، نمیتونست گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله، زونش تو نمیخواد. اومدن پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که فلان مرد به نام علقمه رضی الله عنه، علقمه شهادت گفتن نتونست، 3 سال است. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که انا گفت پدر و مادر دارد؟ گفتن که بله یا رسول الله پدر که ندارد اما مادر دارد. گفت فهمید. گفت مادرش برای بگو که پیغمبر خدا میگه که یا او بیاید یا این که من برم. وقتی که پیش مادرش اومدن گفتن که پیامبر چون میگه، گفت منی کمپیر کی هستم که پیامبر پیش من بیاید؟ جانم فدای محمد. گفت من میرم. کمپیر آمد. پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدش که از احوال علقمه پرسید که علقمه چه خیلی مرد بود؟ گفت بسیار مردی عابد بود، شب زنده دار بود، الله را بسیار یاد میکرد، اما گفت من از اون خفایم. گفت برای چی خفایم؟ گفت به خاطر اینکه گفت زن شهرمند میدم نه حرمت نه.
بعضنش بجا که هر چیز یک میارم به من نمیاره، و او را میارد به من نمیارد. هر چی که میارد برای او را میارد، برای من نمیارد. او را احترام میکنند، ما را احترام نمیکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده همه خیلی فهمند. صحابه را امر کرد که گفت حزم جمع کنید. حزم جمع کردن. هم حزم جمع کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم که القمه را بیاریم. اوه کمپیر مادر عجیب است. مادر مهربان می شود. مادر بسیار می بخشد. مادر گفت یا رسول الله، گفت القمه را چیکارش میکنی؟ گفت میسوزونمش. اون برای چی؟ اون برای همین گناهش. گفت اگر ما ایران نسوزونیم، گفت این همین تا مستقیم که دوزخ میرود. گفت خوبش همینجا خوب نیست که ما ایران بسوزونیم در همین دنیا. گفت یا رسول الله، گفت یا رسول الله، من بخشیدمش. گفت جگربندی من از، گفت جگرگوشه من از. گفت یا رسول الله، من بخشیدمش. پیامبر صلی الله علیه و حضرت بلال گفت که کوبره گفت نگاه کنید. آمدن پیش حضرت القمه لا اله الا الله محمد رسول الله گفت و جانش برو. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دوام حدیث میگوید که من فضل زوجته على امه فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. هر کسی که همسرش رو از مادرش بالاتر بدوند، لعنت خدا و رسول خدا و فرشتگان خدا و مردم بر اون باد. وقتی که خدا چیزی را که لعنت کرد، اون نمی‌سوزد.